یک دستگاه پکیج ایران رادیاتور دوستان آمدن برای سرویساش. مبدل صفحه‌ای که باز کردم می‌بینید. حالا این پک اورین که کلا خوش شده، حالا بنده خدا قبلی اومده اینا همراه تفلون پیچ کرده. اشتباه، اینا نباید تفلون استفاده کنیم، حتما باید کامل عوض بشه. حالا یه نکته دیگه هم هست که این کابینت کار اومده این کنج دیوار تقریبا 10 سانت تا 15 سانت فاصله یا این صفحه کامل آورده چسبونده این کنار که دیگه قاب و اینا رو باز کردم به سختی باز شد. این لوله مهرش که می‌خواستم باز کنم نمیشد باز کنم. حالا دوستانی که میان برای نصب کابینت حتما دقت بکنن که از طرفین باید فضا به دستگاه بدین که سرویس کار وقتی میاد برای تعمیرات و سرویس نگهداری دسترسی داشته باشه. حتی برق شما دسترسی نداشتن، ببینید پشت گذاشتن افتاده و پشت عملا برق رو نمیشه قطع کرد. اونجا